بچه‌ها سلام و عرض ادب خدمت شما. این کانکتور شارژی که داریم میزنیم برای گوشی نوکیا یه سری داستان داره. اینو تو زمانهای قدیم 2 سال پیش بود مشتریمون اومد پیشمون و اینو ما سیم کشی کردیم و بهش گفتیم که جناب اینو زیاد فشار نیاری، این کنده بشه دیگه به فنا میره. ولی خب بعد اون مدت برگشت و دوباره این کانکتور کنده بود که ما مجبور شدیم دوباره سیم کشیش کنیم. این مسیری که داریم میبینید مسیر مثبته که من دارم سیم کشی میکنم. ببینید توی گوشی‌های نوکیا یا فرقی نمیکنه، تو هر گوشی مسیر شارژ منفی و مثبت خیلی راحت و واضح مشخصه. همینطور که مشاهده میکنید ما یه پایه مثبت گرفتیم از تو مسیر شارژ و پایه منفی هم که به هر جایی میتونید اتصال بدین، حتی به خود بدنه. این هم از پایان کار و این هم از تمیزی کار که سیم کشی شد. در البته یه ذره سریع هویه‌ام و قلی که داشتم داغون بود ولی خب بازم خوب در اومد. این هم از شارژ و این هم از جریان کشی انتها. مرسی، ممنونتونم.